با عرض و سلام هموطنان عزیز، بینندگان گرامی قدر، من با شما هستم شرف‌الدین گدایف. این برنامه تحلیل باید گفت است. امروز در مهمانی ما رهبری مرکزی از حمایت از حقوق انسان جناب عزت امان حضور دارد. چند سال اخیر است جناب عزت امان از حمایت مهاجران مهنتی تاجیکستان حمایت میکند و یگانه مرکزی است که بسیار مهاجران از این مرکز کمک میگیرد و بنابر همین ما خواستیم در این برنامه با ایشان یک صحبتی داشته باشیم. جناب عزت امان، خوش آمدید به برنامه ما. سلامت باشید. با عرض سلام و حضور شما و بینندگان شما. ما یک چند سوال‌های داشتیم و می‌خواستیم در مسائلی که امروز در اطراف کشور ما می‌گذرند و در این مسئله چند سوالی برای شما داده باشیم. و اولین سوال ما این است که پارلمان تاجیکستان امروز قانون را هم به امضا رسانیدند و از جانب حکومت هم این قبول گردید و دیگر حکومت حق فروختن ابیکت های استراتژی را پیدا میکند و نظری شما وابسته به این چی است؟ چون حکومت بهانه را پیش آورده ایستاده است که برای جلب سرمایه از نوسازی شرکت تاوکو و ادامه ساختمان راغون به سرمایه نیاز دارند، در حالی که علاقه مسئله از نوسازی شرکت آلومینی تاجیک بررسی کرده شده است و از چین آن پولی که برای از نوسازی ضرور است علاقه شرطنامه ها به امضا رسیده است. چه ضرورت بود که این قانون را به تصویب رسانند و امکانیت دهند که ابیکت استراتژی به مثل راغون که برای ما بسیار اهمیتی ملی دارد این را به میتوانند این را فردا به فروش گذارند؟ خب، پیش از همه تشکر برای دعوتتون و سوال خوبتون. من از شما و از دوستان تشکر میکنم که در همین شب و روزهای برای مردم، ملت و دولت تاجیکستان مهم همچنین یک صحبت ها را دایر میگردونید. ای کاش همچنین یک صحبت ها در تلویزیون تاجیکستان دایر میشد. در یک صحنه سیاسی تاجیکستان این فعالیت ها کرده میشد. متاسفانه که همچنین نیست و تلویزیون تاجیکستان و دایره سیاسی تاجیکستان یک حالت خفقان قرار دارند، حتی که روزنامه ها در این باره نوشتنده میترسند یا هراس دارند یا به کدام خاطر چیزی در این موضوع نمیگویند. آنچه مربوط به سوال شماست، به گمان من این است که من در این موضوع، در این مسئله جانب حکومت را و اقدام هایی که جانب حکومت نشان داده ایستاده است درست می حسابم، زیرا اب یک انشاءات های بسیار مهم کشور از قبیل راغون، شرکت تالکو، من جمله برخی تاجیک و چند شرکت های دیگر، کمپانی های دیگری که به اصطلاح ملی هستند نیاز به سرمایه گذاری دارد و قبل از آن که سرمایه گذاری بیاید و این شرکت ها را سرمایه گذاری کند، البته طرزی
حقوقی آن برای سرمایه گذار بسیار مهم است. یعنی یک شرکت راغون یا یک شرکت تالکو یا برق تاجیک چگونه نامنویس شدگی هستند، اینا مال ملی هستند یا اینکه نه اینا یک شرکت سهامی هستند که امکان دارد سرمایه گذار بیاید و ناترسیده سرمایه خود برای برداشتن فایده، که البته برای سرمایه گذار پیش از همه فایده این شرکت ها مهم است. یعنی در درجه اول سرمایه گذار آینده خود، استراتژی آینده را میکشد و میبیند که این انشاءالله در آینده چی فایده میبیارند. و اگر امروز حکومت این قانون به تصویب نمیرسانید و اگر امروز حکومت این انشاءات های بزرگ امکان فایده برداشتن شخصان علاهیده یا شرکت های علاهیده نمیکرد، ما در بودجت کشور نداشتیم امکانات هایی را که مثلا فرض اگر حوزه دوچرخه. جناب عزت امان، من اینجا یک فکر دیگر رو میخوام بیان کنم. چون پرزیدنت امامعلی رحمان در سال 2009 وقتی که سهمیه ها رو میفروخت و در آنجا وعده داده بود که ما راغون رو با انگشت هایمان میسازیم، با همین ناخن هایمان میکنیم و این سهمیه ها رو به بیگانه ها نمیدیم. یعنی که راغون این ابیکت ملی است، باید که ما خودمان سازیم. اگر که مسئله روی سرمایه گذاری باشد، باید که ما راه های دیگر رو ببینیم که در بودجت درآمد زیاد شود، از حساب درآمد ها سازیم. چون این ابیکت هایی که برای ما، برای دولت بسیار مهم است، نباید که در دست شخصان علاهیده روند. فرض مثال فردا ما میدونیم که وقتی که این ابیکت ها فروخته میشوند، اینها با پول بسیار ناچیز فروخته میشوند. یعنی حالت کورپسیونی است و خطر آن هم تهدید میکنند که فردا چین آمده این را گیرد، ما فردا پورا زیر دست چین میرویم. چون بسیار این ابیکت ها برای آینده ملت ما، برای اقتصاد ما اهمیت مهم دارند و نباید این ابیکت های کلیدی هستند برای اقتصاد آینده ما، برای فرزندان این سرزمین. نباید که آنها فروخته شود. بگذار ما دیگر ابیکت ها رو در فروش بذاریم، ولی ابیکت های کلیدی که حیاتاً مهم است برای ملت ما فروخته شود. 27 سال مردم انتظار این بودند که این راغون ساخته می شود و 200 میلیون دلار مردم هم در اینجا سرمایه گذاشتند و همه اینها امروز فردا با دست یک چینایی، با دست یک خارجی میافتد که خود ملت تاجیک در وطن خودش با این چنین قانون ها غلام می شود. ببینید، وقتی درست میگه شما که رئیس جمهور کشور گفته بودند که ما با ناخونای خود این راغون میسازیم و ساختند و خیلی که ما و شما دیدیم دو چرخه راغون الکی بنیاد گشت و آماده مصرف کردن و آماده استفاده بردن هست. ولی ببینید، راغون در اصل خودش باید که 7 چرخه داشته باشد و یک کارهای اولیه در راغون کرده شده است و راغون نیاز به سرمایه گذاری بزرگ دارد که متاسفانه سرمایه های کشور و صاحبکارهای کشور امکان تنظیم کردن و امکان این مبلغ پیدا کردن و صرف راغون کردن ندارد. این یک. دوم، حرف فقط درباره راغون نیست. ببینید برق تاجیک امروز چقدر قرضدار است، چند مبلغ برق تاجیک قرضدار است. حدود 200-300 میلیون دلار تنها از سنگتوده یک قرضدار است. یا شرکت تالکو دایر با قرض میچرخد و هنوز سال 2006-2007 استاد تورجان زاده گفته بودند که این شرکت، یعنی شرکت تالکو، باید که خصوصی شود. چون که در حالت خصوصی کردن، البته کاملا خصوصی نه، نیمه خصوصی، یک چند
قسمت دست دولت میموند، یعنی 51 اکثر دست دولت نمیموند سهمیه و ماباقیش دست شرکت های خود داخلی خود خارجی فروخته می شود. این یعنی کاری که در تاجیکستان دارد انجام می شود، این یک تجربه بین المللی است. این باور کنید این با فایده کار است. ولی که شما میگید دست خارجی نیفتد، نه، ببینید ما بدون دست خارجی نمیتونیم کاملا تمام چرخهای راغون گردان کنیم و از او فایده بیاریم. راغون رزخود بسیار دارد، یعنی مصرف به حد زیاد دارد، مبلغ به حد کلان صرف می شود. ما از جهت دیپلماسی بله بریدیم، برد کردیم، غلبه کردیم. خب دیگه خدا رحمت کند اسلام کریموف اگر او نمیرفت که مشکل جا داشت، ولی به هر حال این یک برد کشور ما بود، دولتی بود، ملت ما بود، حکومت کشور بود که توانستیم جامعه بین المللی، جامعه بشری را متقاعد کنیم که راغون این یگانه راه حل مشکل بی برقی یا کم برقی منطقه است، نه فقط تاجیکستان، منطقه. بنابر همین من گمان میکنم که دستورالعملی که امروز حکومت کشور روی دست دارد کار درستی است و در آینده ما انشالله فایده خواهیم دید از این کار. ببینید برای ساختن راغون تنها اگر 6 داماد امامعلی رحمان از 6 تجارتشان دست کشند، البته راغون به یگان مشکل ساخته می شود. خود یک داماد پرزیدنت امامعلی رحمان به نام صاحب محمد زایر تنها از یک تجارت سیگارت از پرداخت باج و خراج گمرکی 36 میلیون دلار در یک سال میگریزد. اگر چنین تجارت ها رو ما از 6 داماد گیریم، ما میتوانستیم در این مدت سال یک راغون، 2 راغون رو سازیم. در اینجا باز هم میآید مکانیزم های کروپسیونی در خودی که شرکت های ساختمانی که در راغون هستند اینها تعلق دارند به حسن اسدالله زاده. در کروپسیایی که در داخلی ساختمان راغون هست در هیچ جا چنین کروپسی وجود ندارد، ولی آنهایی که امروز در سر حکومت هستند آنها آنقدر دلسوز نیستند برای ساختن راغون. اگر آنها دلسوز می بودند ما کیفها راغون را می ساختیم، چون میلیاردها دلار آنها برآوردن به خارج کشور، در خارج کشور قرار دارد. شاید فردا با چنین مکانیزم های کروپسیونی فردا در شرکت های افشاری بالا خیلی که شرکت ایرس اوری تاجیکستان شد، همچون شرکت خارجی معرفی شد، گرفته به این شرکت ها داده شود و نظارت دیگر پوره برق در دست باز هم یک شرکتی با نام خارجی یا بین داماد و خسور به وجود بیاید. خب من قسما با این گفته‌های شما راضیم، ولی چی فرق میکند که مثلا این تلکا یا این راغون به دستی داماد رئیس جمهور افتاد یا اینکه یگان سرمایه گذاری خارجی خب سرمایه گذارد و سهمیه خرد؟ هیچ فرق نمیکند. من گمان نمیکنم که اون میلیون دلاری که در دست شمسلو صاحبوف یا نمیدونم کسی دیگر که هست مال خودشان باشد و این هم البته سرمایه خارجی است. بنابر همین من به هر طوری شده من راستگر ما نمیدونیم کی چقدر پول دارد، من کار ندارم، ولی به هر حال خود قانون و دستورالعملی که امروز حکومت روی کار گرفته است من گمان میکنم که قدم خوب است برای آینده. این موقع شخصی من است.